کفاش میبرد همون زینه رو همه جوان ای گیزانگیش از زینه رو همه پارچه همون کمیته همون نماینده در زمین میذاره میونشونش کنه ولی در آروباچه در این نشست خبری در کلاب دادستان نظامی اقرار کرد سال گذشته به آنها 2 عریضه شکایتی رسیده است. عین زمان عبدالقادر نورزاده به تکرار میگفت که ابله‌ها نبود. در اونجا گپ درباره حالت بطرق احاطه‌گیری به خدمت حربی سفربر کردن جوانان نبود. این حالت جای نداشت. بچه‌ها رو دعوت کردیم، بچه‌ها با دل پر که ما دانشجوی شعبه روزانه دکترانتوره آمدگیان حجتاشون رو پیشنهاد کردگیان خیلی بایم کرد نبود. اما ادعاهای برعکس در سال گذشته در منطقه کلاب زیاد بود. ناصر ولیف ساکنی کلاب میگوید که برادرش امامعلی ولیف دکترانت سابق دانشگاه کلاب را زوراً به ارتش بردند. 2 نفری که این رو با طریق ابله و دستگیری کردند و اون گفتن که این شهادتنامه دکترانتور را دارد و این شخصی که اونها رو راهنمایی میکردن گفت که با ما فرقش نیست، ما همین را میگیریم به خدمت حربی میبریم. سوال همین بود. ابله‌های غیر رسمی دکترانتور رو میخوندگی شما بگید که همین ابله‌ها درست بود یا نادرست؟ پاسخهای دادستانی هم مشخص نبود. میگفت از ابله‌ها شکایت نیست ولی عریضه وارد شده است. او تاکید میکرد که جلب اجباری به ارتش در موسم تیر ماهی سال گذشته وجود نداشت. شما بسیارتر با توجه میکنید به وسایل اخبار عموما ببینید، اینترنت هم ببینید دیگه تمام آن رولیکایی که پرتافتگی وابسته به قانونشکنی ها اما دعوت بهاری 2020 دعوت تیر ماهی اکثرا یا که وای بود که سرحدو محکم بود که همه بچه‌ها سفربر شدن. با وجود این کارهای پی در پی، دادستان گفت بر ضد چند کارمند کمیسریات حربی ناحیه وسه در گذشته برای جلب غیرقانونی به ارتش پرونده باز کردند. جنجال بود در ماه دعوت ماه 2020 بود در کدمان نسبت کارمندای کمیسریات حربی ناحیه وسه بنابر حالت به طریق مجبوری به خدمت حربی وای کردن از بس که در تاجیکستان سربازان اختیاراً به ارتش کمتر می روند، آنها را گاهی در کوچه و بازار یا دیگر مکانهای عمومی دستگیر کرده به خدمت حربی می برند. حامیان حقوق می گویند این عملکرد غیر قانونی است و باید به آن پایان داده شود.